سازه یا آینه گنبدی شکل رو با هم چجوری حساب کتاب میشه رو توضیح بدم. این مثال کلی که من آخر کار زوم میکنم و شما میتونید ازش عکس بگیرید. مثال میزنم قشنگ گوش کن. این یک اصلاح بازخوردیه که شما مسیری رو از قبل تو ذهن تعیین میکنید و به سمتش میرید. قضیه اینه، قرار نیست که به 4 تا تیکه تقسیم، به 8 تا، به 10 تا، به حسب سازه خیلی بزرگ بشه، مجبوری که راه رو توی یه اعدادی تقسیم کنی که بتونه از یک چوب کمتر بهتون بده. 45 ضرب در 3.14 کردی تقسیم بر تعداد اضلاع. من یه مثال زدم. 45 حالا 45 چیه؟ دایره 90 که جاش میشه 45 رو گرفتم ضرب در 3.14 کردم، هر عددی که در اومد تقسیم بره. من خواستم 10 تا ضلع 10 کردم شد 14.1. زاویه رو باید توی فارسی برم ببینم. این 180 درجه چرخید. من 10 تا قید دارم که هر قید من 2 تا زاویه داره. تعداد اضلاع ضرب در 2 میشه 20 تا. تقسیم بر 180 درجه که میشه عدد 9 درجه. یعنی هر قید من هر زاویهش 9 درجه. یک کام یا فاقی رو اجرا کنم که اصولا از یک چوب 2 سانت نیم چوب 2 سانت کم میشه. پس من 14.1 کردم به اضافه 1 سانت میکنم میشه 15.1، ولی فاق من 2 سانته. سالی که ما زدیم برای این قضیه، این قانون همیشه هست. تعداد اعضا دست خودته، تعداد پرتش دست خودته، همه رو باید رعایت